عزیز خود هم در داخل و هم خارج از کشور. امیدوارم که یک عید پر از آرامش تجربه کنند. ممنون از شما خانم کاکر عزیز، ممنون از اینکه دعوتمون قبول کردین و عید شما هم تبریک باشه. ناگفته نمونه که هموطنان گرامی ما امروز خانم کاکر مهمان ما هستن و استودیوی ما مزین شده با این کارهای قشنگ نایله جان، اثرهای هنری که دارن و همین کلا پر شده. دقیقاً و دیگه هم بود که ما می‌خواستیم دیزاین بکنیم اما متاسفانه جا نشد، ولی خیلی کارهای قشنگی داریم. هر قدر که بگیم از ظرافت این کارها و زیبایی اینا باز هم کم گفتیم. خب پس در ابتدا بریم ما توضیح بدیم خانم کاکر عزیز، عید قربان هم هست، سفارشات شما چگونه هست در نزدیک عید قربان؟ حالا نزدیک روزه سفارشات داشتیم نداشتیم، چه قسمی بود؟ بله تشکر خانم عظیمی عزیز. در مورد سفارشات باید بگم که آنقدر مصروف بودیم که روزی که شما برای مصاحبه دعوت کردین و تشکر از دعوت شما، من کلا مجبور شدم تمام وقت خود برنامه ریزی کنم حتی دقیقه به دقیقه تا بتونم برسم. و خیلی خوشحال شدم از دعوت شما. تشکر. ممنون. سلامت باشه خانم کاکر. من یک سوال داشتم که اولین باری که قلم دست خود گرفتین، خب شاید فکری از این میکنه حالا به این مقام برسیم به این جایگاه. دقیقاً اون زمان شما فکر میکردین که به این جایگاه برسیم و کمی راجع به خود بگیم، راجع به نایکو بگی، از کاروبار خود صحبت بکنی، یک معرفی داشته باشین تا بیننده ها ما بیشتر معرفی بشن به شما. بله حتما. تشکر که وقت دادین. خود من باید بگم که بانو ملینا کاکر هستم، یکی از اساتید مجرب نهاد فرهنگی نایکو و همچنان مدیر ارشد نهاد فرهنگی و هنری نایکو. و در مورد نهاد فرهنگی هنری نایکو که بگم یک نهاد کاملا فرهنگی و مستقل است که در هرات فعالیت میکنه و هدف ترویج و آموزش تخصصی هنرهای اصیل افغانستان میباشه. و اعضایی که در نهاد فرهنگی هنری نایکو فعالیت میکنن بانو سمیه سلیمان خیر رئیس این نهاد هستند و خود مدیر تولیدات و همچنین مدیر ارشد نهاد و همچنین استاد تصحیح و مینیاتوری. این نهاد یک هدف مستقلی که یک هدف مهمی که داره مستقل ساختن زنان افغان و همچنان معرفی آثار هنری اصیل افغانستان در سطح جهان و همچنین بازارهای بین المللی می باشه. و مهمترین گامی که در این عرصه برداشته ساختن بازارهای آنلاین و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های هنری در خارج و داخل از کشور می باشه و که برای ترویج و احیای این فرهنگ خیلی موثر بوده. خیلی عالی. و یکی می‌خوایم در مورد همین کارهایی که خود شما انجام میدیم هم یک کم معلومات بدین. من اینجا چند تا وسیله میخوایم نشان بدم الهه جان، خیلی وسایل قشنگه. این میبینیم هموطنان عزیز یک آهندستی چوبیه و اگر نگاه بکنیم خیلی ظریفه. وقتی که اینا کار میکنیم چشمای شما درد نمیگیره؟ باید بگم که وقتی که ما وارد این هنر شدم علاقه سرشارم به این هنر باعث شده بود که اصلا بدون هیچ فکر در مورد چشم و دست و اما علاقه باعث شد که کلا این کار انجام بدیم بدون احساس خستگی. احساس خستگی و اینا ادامه دادم و در اوایل درسته یک کم برای آدم جدید و تازه اما بعدا عادی میشه و هرچند خلاقیت از طرف خود هنرمنده. این که داخل از او کار مثلا یک ورق سفید پیش ما میگذارن، خلاقیتی که ما به روی پیاده میکنیم مربوط به ذهن و درک خود ما میباشه. الهه جان نگاه کن، این خیلی با لباس هم خیلی ست شده، خیلی هم قشنگه. یک آینه مقبول هست که خانمای عزیز شما بانوهای با سلیقه میتونید این آینه مقبول ببینید. بله با اون عزیزایی که مدل گوشی مدل آیفون هست میتونید از این قابای گوشی هم برای خود بگیرید. شما فقط برای کسایی که آیفون دارم از اینا درست میکنید؟ خیر، تولیدات ما برای عمومه و برای هر مدل گوشی هست و فعلا ما به اساس سفارشاتی که داریم پیش میریم. خب خانم کاکر میشه که توضیح بدین که هر اثری که درست میکنه آماده میکنه مثلا امی
چقدر زمان میبره که تا شما این کامل بکنید تمام بشه؟ بله، تولیدات اثرات هنری ما بستگی به هنری که روی پیاده میشه. مثلا اگر هنری که ما به روی ازی پیاده میکنیم ظرافتی زیادتر باشه، زمان بیشتری میگیره. بله. اگر ظرافت کمتری داشته باشه، خب معلومه که زمان بیشتر کمتر زمان میبره. مثلا فرضاً همین چیزی که نشان دادین چقدر طول میکشه؟ یعنی چقدر زحمت میکشیم شما روی این یک روز کامل روی کار میکنیم. یک روز کامل فقط برای همین قسمت از این که کار میکنیم، این زعفران کوب کوچکی که شما میبینیم و ظرافتی که به روی از این گذاشته میشه، مثلا اگر ما تایمر بگیریم، دقیق بگیریم، همون 24 ساعت کار داره. خیلی خوب. در مورد کارگاه خود خواهم معلومات بدیم که داخل کارگاه خود شما چند نفر مصروف هستند، بانوان و ای که اشتغال زایی هم خود شما به یک نحوی انجام دادن. قسمی که لابلای صحبت‌های خواهم گفتین که هدف شما این هست که بانوان کشور ما توانمند بشن و مستقل بشن، به اصطلاح دست نه به کیسه خود اینا باشه اگر که ما خواسته باشه ما میانه‌تر بگیم. همچنان چند تصویر هم می‌بینیم. شما هم در مورد همین کارگاه خود برای ما معلومات بدین. باشه حتما. در مورد قسمی که قبلا گفتم، نهاد فرهنگی و هنری نایکو یک نهاد کاملا مستقله و تمام چیزایی که شما به این تصویر می‌بینین داخل این ویدیو از کارگاه ما که هست، اینا سرمایه شخصی خود بانوانه که یعنی خود اینا آمدن سرمایه گذاری کردن. بله، در مورد اینا باید بگم که قسمی که قبلا گفتم، رئیس این نهاد بانو سمیه سلیمان خیل هستند که تمام هزینه‌های که در این نهاد به کار گرفته شده هزینه شخصی خود نامی باشه و تا فعلا ما از هیچ مؤسسه حمایت خاصی نشدیم. و همچنان بانوانی که در این نهاد فعالیت میکنن کاملا از طرف این نهاد حمایت اقتصادی میشن و تمام وسایلی که لازمه در دسترس از اونا قرار داده میشه و اونا میتونن از اون وسایل راحت استفاده کنن و خلاقیت ها خود پیاده کنن. و فعلا چند تا خانم شما اشتغال زایی کردیم برای اینا؟ تقریبا بالای 50 نفر عضو نهاد فرهنگی نایکو هستند که در این نهاد فالیت هنری دارن. حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؟ بله، در بخش‌های مختلفه. در یک بخش خلاصه نشده، بلکه بخش‌های مختلف. همین رقم که ما و شما می‌فهمین، هنر ریشه‌های خیلی طولانی داره، عمیقی داره. بله، خیلی عالی. ممنون از شما خانم کاکر عزیز. وقتی که یک نفر میاد یک کارای آدم می‌بینه و یا همین اثر که خود آدم خلق کرده باشه میبینه و ممکن هست برای آدم جملات متفاوتی بگه. ممکن هست که بعضی افراد استقبال بکنن از کار آدم، بعضی افراد هم خود نگم بگن یک کار ساده. تا حال شده یک نفر برای شما یک حرف زده باشه که خیلی برای شما خوشایند بوده باشه؟ مثلا بدترین یا بهترین جمله که یک نفر برای شما گفته چی بوده وقتی که کار شما دیده؟ بله، دقیقاً امکان داره در دنیای هنر باشی و دیدگاه‌های متفاوت نشنوی و نبینی. بله، دقیقاً من از زمانی که وارد این هنر شدم دیدگاه‌های مختلف در مورد هنر شنیدم. حتی زمانی که من تازه شروع کرده بودم، دیدگاه بیشتر از اطرافیام این بود که این خاتمه از این راه جالب نیه. اما من بازم ادامه دادم. باید بگم که این بهترین جمله بوده که شنیدم. اما بهترین جمله چی بوده واسه به شما انگیزه زیادم داده؟ بله، بهترین جمله زمانی بوده که من بتونستم از این هنر موفق بیرون شم. من وقتی که دوره آموزشی ختم شد، متاسفانه دروازه فانتونم بسته شده بود. همون زمان بود که مونوگراف خود تسلیم دادم. بعد شبی و برای من استاد آمر دیپارتمنت ما برای من پیام گذاشتن، گفتن که شما یکی از بهترین مؤثرایی بودین که در این دوران با ما همکاری داشتین و همچنین خیلی خلاقیت ها شما باعث شده که ما به پانزه استفاده از